سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. اومدم با یه بازی که خیلی دوستش دارم. به چنل پیکسل خوش اومدید. من مستر پیکسل ها، بهتره در مورد اسم تو راه با هم فکر میکنیم. به اولین ویدیو چنل خوش اومدید. اولین ویدیو. سلام آقا گله، حالت چطوره؟ اوه، با اینا تکون میخوره. ممنون بابت راهنمایی. انقدر حرف نزن. میو. نه باشه، بیا. فشار بخور. یه بار دیگه. نوب بلد نیستی منو بکش. بخلا دور شو. نه یا علی، I am not die. من نمیمیرم. دور شو. من نمردم. بچه قرار نیست به صورت داستانی گیم بریم. سلام آقای توریل، حالت چطور؟ آقای توریل، من این گیمو یکم رفتم ببینم چجوریه و هنوز توش نوبم. هیچ فرقی بین حالم نمیکنه. این چیه؟ سیوه. اوکی. بچه ما داخل این چنل درباره بازی پیکسلی ویدیو میذاریم، مثل آندرتیل. بازی دومش هم خواهیم رفت و همین دیگه. بازی دومش هم مثلا کلا بازی پیکسلی میریم که فعلا آندرتیل. سلام خانم بازی. و اسم چنل که فکر کنم پیکسل بذارم، هنوز تصمیم نگرفتم. آقای دامی، سلام آقای دامی. دامی هیچی نگفت. بردم. حالیه. چقدر آهنگشون موخه، نمیشه آهنگشو ببندم؟ حالا آهنگشو نبندیم چون من حتی آهنگایی بدون استرایک هم بلد نیستم. اوه میتونم باش فایت بدم. فایت با قورباغه. عجب ضربه. مستر پیکسل بذاریم؟ نمیدونم اسمم. حالا من یه چیزی هستم دیگه، شما دقت نکنید با این آهنگ. برو خانم بازی. چه اتفاقی داره میافته؟ رسیدیم. جا خالی. من مطمئنم یه اتفاق قرار بیفته. برو جلو. جا خالی میدم. نمیتونی منو بزنی. بچه اصلا اسم چنل رو میذاریم مستر کریپر، چون من خیلی مایکرافت دوست دارم و این محتوای اولیه داخل این چنل خواهد بود. ولی اسم چنل رو میذاریم مستر کریپر چون سیستم دوان ماینکرافت رو با OBS نداره و فعلا بازی پیکسلی رو میریم و بعد ماینکرافت رو شروع میکنیم موقعی که سیستم گرفتم.
خب خانومی رفت. سیف. بعد از این ور بریم. من با همه رو میکشم. من با همه مشکل دارم. یو بچه همونطور که میبینیم من خیلی نوبم. حتی از قورباغه هم میمیرم. اینجا قورباغه رو میکشیم. قورباغه نوبی. قورباغه نوبی. خیلی نوبی. نوبلی. نوب. قدرت رد کردن. بچه حال میکنی چجور رد میکنم؟ من با همه مشکل دارم. 26. بابا خانم بازی چته؟ من میدونم من به راهنمایی نیاز ندارم. بچه همطور که میبینیم من کلم مرض دارم. من باید برم پایین. ترسیدم فکرم مردم. قورباغه بمیر. منو نزن. بچه خیلی ایمم خوبه. ممنون. برام گل پره زدم. میری پایین. دیدید من به راهنمایی نیازی ندارم. اصلا از قبل اینجا رو نرفته بودم. با جله. ما به ایکس پی جله نیاز نداریم. جله خیلی نوبه. تو سجاد بیمون خواست منو با کشتن بده. خب این آقا روح هست. من تا اینجا بازی کردم دیگه نکردم. آقا روحه خیلی خسته است. سلام بچه ها، من دارم ویدیو رو ادیت میکنم و میخواستم یه چیزی رو بهتون بگم. من تا اینجای بازی رو نرفتم. من خیلی بیشتر رفتم. من حدوداً پارت یک بازی رو رفتم. البته پارت یک خیلی بیشتر از ایناست. من اونو رفتم و اینکه اسم چنل پیکسله. همین اومدم بگم برم. ما آقا روح رو دوست داریم و قرار نیست بکشیمش. تشویقش میکنم. Giving the naps a core اینجا من گریه کن. این تنها کسی که بتونم به ضربه هاش داد. نپس تا یه لحظه. نپس مهم نیست. بچه ها من یه غلطی اشتباهی کردم. نزدیک بود بخوام. سوری نمیتونه اتک بزنه. چیر نباید اینو میزدیم. خب پس چیره دیگه. برای اولین بار از این ضربه هیچی نخوردم. از این ضربه خوردم. نه این حمله نه. آخرم خوردم. خانم روحی میشه منو نزنی؟ خانم روحی ما رو دوست نداره.
هی نه تو رو خدا مویدم. بریم تا اینجا برگردیم برمیگردم. آقای رو یه سال اگه اینجا بزنم نو چی میشه؟ خب بچه من باید اینو یاد بگیرم. ترجمه گر من گیوید ترجمه. من دیگه باید اینا رو ترجمه کنم دیگه. من یوتیوبرم، من باید شغلمو اوکی. گوشیم به فنا رفت. فارسیش کن بچه‌ها. باید چیه رو میزدیم؟ ما فیلیر تو زدیم، داشتیم تحقیرش میکردیم، بعد اینو میزدیم. ببغزیم ببغزیم. نه 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 نه، خیلی دیگه داره گریه میکنه. غلط کردم. غلط. این اتکو نمیشه. بکش منو. بچه نباید اونو میزدیم. آخه من نتاجه که میدونم اینو بکشی اصلا نه ایکس پی نه گلد بت میده، چون روحه دیگه. اتک اولش خیلی آسونه ها، سخت میشه. ببخشید میشه منو ببخشید. خب از این به بعد میخوام واسه یه پرو بازی کنم. من ساریم. اگه دوست دارین تو این چنل محتوایی از آمانگاس ببینید تو کامنت ها بگید. و بچه من از دوستم دانیال تشکر میکنم به خاطر که این بازی رو برای من نصب کرد. خیلی تموم شد. دیدی گفتم حالا هر چی میخوای تو زندگیت بگو، من دیگه قرار نیست ببینمت. خب نکن، من دیگه گول نمیخورم. یس یس گوبلینه. بچه لب مرگ. وای من چرا میسویدم؟ داشتم میرفتم تو یه دونش. بمیر. یس یک صدایی داد. اینجا چی نوشته؟ پلیز بلو. این الان بلو بود. میس ندادم.
چی؟ اه. چه اتفاقی افتاد؟ خب میگه پریز چی؟ پریز رد. بریم رد را پریز کنیم. رد را پریز کردم. خب اینم دیگه پریز گرینه. این گرینه دیگه. آره خوشبختانه گرینه. بالا یا این ور؟ همین الان نظر سنجی کنید. من میرم این ور. اینا چیه؟ این چیه؟ چاقو برداشتم. خب بچه دیدین چه اتفاق افتاد؟ این زنه. یا کن بچه ها صورت اسکیپ کردن دیالوگ. 1 ساعت دیالوگ همین الان اسکیپ کردم. سیف. خوشبختانه یا بدبختانه حرف بزن. دست روش سلام تشید. سلامی دوباره. من دوباره برگشتم در حال ادیت. این بخش کلن چیز خاصی نداره، یعنی همش باس فایت. با این زنه حرف میزنیم بعد دوباره باس فایت. آقا میریم از بخش باس فایت برمیگردیم. خانم بازی برام مهم نیست. خانم بازی نرو. خانم بازی کوشی. خانم بازی دوباره رفت. من انتظاری میرم. بچه من مایکل جکسون میگه دو 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 دو. میخوای با من بجنگی؟ من پرو پلیرم، بیا جلو. من مرسی میکنم. برو. من پرو پلیرم، نمیتونی منو بزنی. برو. دوش. از این ور، از این لا. برو اونور. من نمیمیرم. بمیرم از اول میام باز. از آسون ترین باس فایت بازی مردم. خب اومدم بهتون توضیح بدم منظورم از آسون ترین باس فایت بازی چیه. این باس فایت که الان من رفتم و مردم، اگه اچ پی به 2 برسه دیگه اصلا بهت اتک نمیده و دیگه میتونی راحت بری. یعنی خیلی آسونه. مردن توش غیر ممکنه که من همین الان ازش مردم. همین دیگه. اومدم همینو بگم برم. حاله بچه ها موسم چه موسم اینقدر تاریکه. من باید برم یه دسته بیارم. این بازی رو نمیشه بدون دسته بازی کرد. درسته تو استیم نوشته not supported دسته، ولی من میارم. سب بدین برمیگردم. بچه ها من رفتم دسته آوردم.
با دسته بازی کار میکنه، با دسته کار میکنه. خب بچه ها قراره بعد از این باس فایت من کامل ویدیو رو تموم کنم، چون قرار نیست این ویدیو ادامه پیدا کنه. میبینید یکی دونه خورد بهم. بچه بچه بیم چاره. غلط کردم. اوی خدایا بابرم نمیشه، قرار به اینا داج بدم. نمیر. بچه های تیم 3 خیلی اچپیم پایینه. بازی به هم آسون گرفت. من میخوام بمیرم. نه یا بازی به هم آسون میگیره. بچه متاسفانه داره تموم میشه، واقعا بازی داره بهم آسون میگیره. حیف. بغلم کرد. لحظه پایانی. البته این لحظه پایانی چپتر 1 نیست. من نوبم الان. خیلی آخه تایم ویدیو زیاده. خب چیکار کنم الان؟ چرا نگام میکنم؟ اوه در به خروج کور شده. اندرتیل بای توبی فاکس شروع می شود. خب بچه ها ممنون که این ویدیو رو دیدید، تا آخر دیدید. ممنونم. اومدم همینو بگم و لایک فراموش نشه. و این ویدیو که ویدیو قبلی بعدی نداریم و چنل رو حتما ساب کنید. خدا نگهدار.